سلام، من آقای اسکل مشنگ کچل ویلیجر هستم. امروز اومدم برای شما یه آموزش یا یه دونه راز ماینکرافتی رو بهتون بگم. امروز اومدم تا چی؟ تو کی هستی؟ داری راجع به راز من حرف میزنی؟ بمیر! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. سلام دوستان، به خاطر خشونت اول ویدیو که اونجا رخ داد و هیروبراین زد پدر ویلیجر رو در آورد ببخشید. واقعا قصد کشت هیروبراین نداشتم ولی مجبور شدم. بابا هیروبراین کدوم خری. امروز اومدم براتون روشن کنم که هیروبراین وجود خارجی داره یا نداره. الان بعضی هنوز ویدیو رو ندیده شروع میکنم به فوش نوشتن وجود داره، بعضی هم شروع میکنم به فوش نوشتن وجود نداره. بعضی هم واسه همدیگه فوش می‌نویسن که نه وجود داره، بعضی هم واسه همدیگه فوش می‌نویسن که نه وجود نداره. ولی میخوام به شما ثابت کنم که آیا این وجود داره یا نداره. پس تا آخر ویدیو بمونید لطفاً. اگه قانع نشدید آخر ویدیو فوش بدید. و خب بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. این داداشمون که ازش اسکیری مومنت ساختن کیه؟ تو حالا با خودت گفتی که این اسکیری استوریو از کجا ساختن و این از کجا حمله کرد به ما؟ تمامی اتکای هیروبراین واسه اینه که شما رو از دست این آدم نجات بده. یه ذره درکش کنید. شما ببینید جن از پشت داره به دوستتون حمله میکنه، نمیرید دوستتون رو نجات بدید؟ ها؟ ببینید این هیروبراین داره یه پلیر خیلی خوشگل رو نجات میده. اشتباه شد. این هیروبراینه که شما رو به شیوه کشتن نجات میده و به جای اینکه زور بزنه نالو بکشه شما رو میکشه. تو اگر هیروبراین میترسی از پوچ بترس. هیروبراین از پوچ میترسه. وقتی هیروبراین از نال میترسه دیگه چی؟ نال یعنی پوچی. این مشنگ خشتک مشنگی که ازش اسکیری استوری ساختی یه ترسوه. این فردی که همین الان فهمیدم ضد جاذبه هم هست از نال میترسه و با نال سر جنگ داره. حالا چرا باید داخل بازی مسخره مثل ماینکرافت باشن؟ چون این بچه مامانی لوس برای بازی ترسناکش میترسید بذاره یه پوشش درست کرد که الان میپردازیم. این داخل بازی ماینکرافت چی کار میکنن؟ خب معلومه میان خانومای خوشگل از مرگ نجات بدن. آنت واسم از این اشتباه شد. نال یه آدم بدیه که من نمیدونم چرا آدم بده و هیروبراین باش میجنگه. حالا هیروبراین چرا اومده داخل ماینکرافت؟ چون این دماغ متحرک همچین چیزی دلش میخواست. باور کن همین. یعنی این نقش کشک داخل کشک والنجون رو دارن. باور کن. اگه این فرد رو دیدی بگو به و برو بقیه بازی تو کن. راستش رو بخواید این ویدیو جنبه طنز داشت تا ویدیوهای بعدی میبینمتون دوستان. قطعا نظرتون رو راجع به این ویدیو خنده‌دار بنویسید و دیگه کاری ندارم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدارتون باشه. تا ویدیوهای بعدی درودی. نه یه لحظه واسه من یه چیزی رو روشن کنم. اگه خواستید خدا وکیلی تحقیق میکنم و داستان نال و هیروبراینو برای شما میذارم و خدا وکیلی راستشو میذارم و دیگه جنبه طنز نداره. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.